با صلح است که ما حقوق خود را طلب میکنیم. صلح است که با آینده درخشان نظری نیک داریم. صلح است که در شرایط خوب برای فرزندان خود، برای اعضای عائله خود شرایط مهیا میسازیم و نقشه های دوربینانه سازنده داریم. بدون صلح در جامعه یگان مناسبت جای داشته نمیتواند و آینده بینی نیز از بین برداشته می شود. از این رو امروز هر یک شهروند تاجیکستان مسئولیت به ذمه دارد که برای نگاه داشتن این صلح و ثبات کوشش ها نماید، اندیشه های سازنده برای رشد تاجیکستان داشته باشد. چون که موافق قانونگذاری از جمله کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان هر نفری که بر ضد دولت خود عمل صادر می کند به نام خائن شناخته می شود. هر نفری که مبارزه بر ضد صلح و ثبات میبرد ویران کننده مقررات کدکس جنایتی عاید به اساسهای ساختار کنستیتوسیونی میگردد. پس معرفت حقوقی ما باید بلند باشد، حقوقهای خود را دفاع کنیم، دولت خود را از همه تهدیدها امین نگاه داریم و برای تاجیکستان عزیز در زمینه دستور و سپارش های پیشوای ملت محترم امالی رحمان عمل و کار و فعالیت نماییم.